در زمانی که از فقهای بزرگ امت اسلامی پادشاهی با زن خود دعوایی کرد، زن خود را خیلی زیاد دوست داشت، انوار علم عمل یونس پالنپوری رحمت الله علیه آورده، خیلی زن خود را زیاد دوست داشت، دعوایی کرد. زن به شوهرش به این پادشاه گفت که وقتی این نزدیکش رفت معذرت خواهی میکرد، نوازشش میکرد زن خود را که از عصبانیت و قهر خود پایین بیاید. گفت ما با هم صلح میکنیم، یک دعوایی بین زن و شوهر بود، الان گذشت، صلح میکنیم. زن بسیار با عصبانیت به پادشاه نگاه کرد، گفت ای جهنمی از من دست خود را دور کن. پادشاه همینجا به عصبانیتش گل کرد، به خشم آمد، گفت اگر من جهنمی باشم تو 3 طلاق هستی، اگر من جهنمی باشم تو 3 طلاق هستی. بعد از این که این کلمه از زبان پادشاه کنده شد، چون زن خود را دوست داشت، مردان خیلی زیاد دوست دارن زنان خود را، سخت است این مرد که زن خود را طلاق بده. باور کن صدها مرد تا هنوز آمده که من زن خود را 3 طلاق کردم، الان پشیمانم، گریه کردم، پیش من گریه کرده که یکم راهی هست، یکم راه و چاره هست که من دوباره در کنار زن خود باشم. پادشاه هم پشیمان شد و این زن هم پشیمان شد که چه اتفاق افتاد. چند عالم را که میشناختن اون علما را طلب کردن، گفتن که فتوا بدین این زن طلاق شده یا نه. گفتن ما که نمیدونیم پادشاه جهنمی است یا بهشتی است، از کجا بدانیم؟ وقتی این را میدانستیم بعد فتوا میدادیم. یکی از این فقها که خیلی بیدار بود و خبیر بود اون را پیدا کردن. اون فقیه و دانشمند و عالم آمد، گفت من میخوام یک چند لحظه با پادشاه خلوت کنم. بعد از این که با پادشاه خلوت کردم فتوای خود را صادر میکنم. پادشاه را بردن در خلوت به همراه این عالم. اینجا را خوب گوش کن. این عالم برای این پادشاه گفت که جناب پادشاه سوال دارم، برای حل مسئله سوال دارم از شما. گفت کدام وقت شده، کدام روز اتفاق افتاده که هیچ چیز مانع شما نبوده، فقط و فقط ترس الله سبب شده شما گناهی نکرده باشید؟ خوب دقت کنید. آیا اتفاق افتاده که گاه وقت هیچ چیز سبب نشده، فقط ترس الله رب العزت والجلال، شما به خاطر ترس الله نفس را سرکوب کرده باشین، گناهی نکرده باشین؟ پادشاه چند لحظه سکوت کرد، بعدش گفت بله. گفت یک روز داخل حرم می شدم، گفت یک دختر وارد حرم من کار میکرد که از کنیزای من نبود. وقت داخل یکی از اتاقها را پاکسازی میکرد و پاک میکرد، صفاکاری میکرد، من داخل شدم دیدم که این دختر خیلی زیبا صورت است. گفتم من هم پادشاه هر خواهش کنم کس نمیتواند مانع شود. گفت رفتم داخل، دروازه را بسته کردم. گفت این دختر احساس کرد که من به سمت او می آیم. گفت همین که نزدیکتر شدم این دختر خود را به گوشه گرفت، برای من گفت یا مالکو اتق الله. ای پادشاه از کی بترس؟ الله. یا مالکو اتق الله، ای پادشاه، ای مالک من، از الله بترس. گفت وقتی این کلمه از زبان این زن کنده شد، مو در بدن من سیخ شد، در سپای من لرزید که من پادشاه هم، ولی پادشاهی بزرگتر از من که تراقب و تراصد میکند اعمال مرا. گفت رفتم در را باز کردم، به این دختر گفتم برو بیرون. گفت همین کار را کردم. این فقیه به پادشاه گفت زنت 3 طلاق نشده، برو با زنت زندگی کن. علما جمع شدن به این فقیه گفتن تو چی میگویی؟ چگونه این فتوا را داری؟ از کجا میدانی که پادشاه جهنمی نیست بهشتی است؟ گفت من نگفتم، قرآن این فتوا را داده است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان الله. کسی که ترسید از منزلت و مقام پروردگار خویش و نهى النفس عن الهوى و نفس خود را مهار کرد از خواهشاتش، فإن الجنة هي المأوى، جنت جایگاه او است. گفت من دیدم پادشاه را که به خاطر ترس از الله خواهشات نفس خود را زیر پا کرده، دانستم که جهنمی نیست.
سبحان الله. یکی از علما میگفت هر جوانی که توانست از جایی که اونجا محل زنا و گناه هست از ترس الله از اونجا فرار کرد، اگر بگوید من بهشتی هستم دروغ نگفته است. چرا قرآن گفته و نهى النفس عن الهوا، نفس خود را از خواهشات منع کند، فإن الجنة هي المأوى. در ماه مبارک رمضان رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید و سلسله الشیاطین، شیطان ها به زنجیر به غول کشیده میشد. خب بسیارها در ماه مبارک رمضان چنان گناهی میکنن که پیش از رمضان نمیکردن. خب شیطان که به غول کشیده شده، به زنجیر کشیده شده، این گناه مال چی است؟ نفس. علما میگن اگر تو بخوای بدون لطف الله، بدون کمک الله، بدون مهربانی الله با نفس بجنگی، نفس را شکست بدهی، محال است. یکی از علمای ایران زمین تعبیر زیبایی کرد، فرمود اگر کوه را در جلب شما قرار بدهند، برای تو بگوید این کوه را بکن، به تو مته ندهند، سامانهای مدرن روز برای کندن این کوه به تو ندهد، به تو سوزن بدهد، بگو با تمام این کوه را با سوزن بکن، می شود؟ محال است که بتوانی کوه را با سوزن بکنی. عزیز من، اگر لطف حضرت حق سبحانه و تعالی نباشد، اگر کمک از اون طلب نکنی، مهار کردن و سرکوب کردن نفس مثل این میماند که تو کوه را با سوزن بکنی. واقعا جای درد است به این خواهشات نفس گوش دادن. خدا رحمت کند مولانا را، این مثال خیلی زنده و زیبایی میزند برای این نفس سرکش، نفس طغیانگر. قصه از مجنون می آورد که روز مجنون تصمیم گرفت که برود به اون قریه و ده لیلا. قریه اون از قریه مجنون دور بود. مجنون در خانه خود شتر داشتن، شتر ماده‌ای که تازه ولد به دنیا آورده بود، ولد تولد کرده بود. مجنون همین شتر ماده را گرفت، حرکت کرد به سمت شهر و قریه لیلا. چوچش مان اینجا، چون شتر تازه این چوچه را تولد کرده بود خیلی علاقه داشت به این چوچش، معشوقش بود دیگه، با مادر معشوقش همین طفلش است، خیلی دوستش دارد. مجنون دنبال معشوق خودش، شتر دنبال معشوق خودش. مجنون به هوای لیلا، شتر هم به هوای ولد خودش. حرکت کرد به سمت شهر، مقدار رفت و رفت و رفت و یک وقت سر شتر به خیال لیلا غرق شد. مجنون افسار شتر از دستش خطا خورد، این متوجه هم نشد. شتر همین که دید افسارش رها شده، کسی کشش نمیکنه، فکر کرد بار به پشت سرش است. احساس آدم بودن و صاحب بودن رو فراموش کرد، برگشت به سمت خانه، دوان دوان به سمت چوچه خودش. مجنون به خود آمد، دید که شتر پشت در خانه ایش ایستاده است. حیران ماند که من خیلی سفر کرده بودم، شتر اینجا رسیده. پس دوباره افسار شتر را گرفت، دوباره به راه سوقش داد. باز شتر مقدار رفت، باز مجنون غرق شد به هوای لیلا، به خیال لیلا. دوباره شتر باز برگشت پشت خانه آمد. چون مجنون به این سمت روان است، شتر به این سمت روان است. شتر دنبال معشوق خودش لیلا، مجنون دنبال معشوق خودش. هر که خیال معشوق خود را داره. بار سوم همین کار را کرد، دید که نتیجه نمیدهد. اون وقت از شتر آمد پایین، گفت ای شتر، تو دنبال معشوق خود هستی، مسیر تو این طرف است، من دنبال معشوق، دو ضد یک جا جور نمی آید، من پای پیاده می روم. آخر ابیات خود مولانا درس دارد. هر قصه را که مولانا می آورد در مثنوی آخرش درس دارد. می گوید ای بنده الله، ای جوان مسلمان، اگر تو در مسیر الله در حرکتی، محبوب تو الله هست، اون وقت اول کاری که میکنی نفس را سرکوب بکن که معشوق این نفس دنیاست، معشوق این نفس شهوات است، لذتهای دنیاست. اگر تو به سمت الله بروی،
اسفار این نفس را، مهار این نفس را سرکوب نکنی، لجام این نفس را به دست خود نگیری، تو را از مسیر منحرف میکنه. باور بکنین خیلی جوان آمده متقی شده، پرهیزگار شده، آدم خوب شده، شریف شده، بعد از مدت میبینی که از اول هم بدتر و یاغیتر و سرکشتر و طغیانگرتر شده. چرا؟ در مسیر حق حرکت کرد، اون وقت دیگر شیطان و نفس شروع کردن با مبارزه. این بیخبر از این دشمن پنهان بود، بیخبر از این دشمن داخل بود. این جوان مسلمان را پس از راه بیراه کرد و به گمراهی سوقش داد. جوان آمد پیش یک عالم، برش گفت که جناب مولانا، من در شهر بودم که خیلی آزادی بود، زنها لخت و برهنه میگشتن پیش از این که من اینجا بیایم، اما الله این توفیق را به من داده بود که من هر وقت زن را میدیدم، دختر اجنبیه را میدیدم، چشمان خود را میبستم. ترس الله به دلم بود. من آمدم پیش شما که شاگرد شوم. گفت خوب است. گفت درسم پیشرفت بکند، به عرفان نزدیکتر شوم، به الله نزدیکتر شوم. مدت پیش این عالم درس خوند، بعد از مدت این جوان حرکت کرد، به خاطر نان رفت به نانوایی. اونجا صف کشیده بودن، یک دختر هم در این صف استاد بود. این جوان بیچاره بسیار به زحمت شد، تلاش میکرد چشم خود را از این دختر برگرداند، نمیشد. بسیار به زحمت موفق شد چشم خود را برگرداند. دوباره برگشت، آمد به گریه شروع کرد. گفت جناب مولانا، پیش از این که پیش شما آمدم خوب بودم، حالا اینجا آمدم دوباره ضعیف شدم. من راحت می توانستم تا دیروز چشم خود را از زنان برگردانم، اما وقتی اینجا آمدم حالا به سختی افتادم. اون شیخ و اون بزرگوار فرمود الان درست شد. گفت جوان، تو الان آمدی که نزدیک شوی به کی؟ به کی؟ تو در مسیر حقی، میخوای صعود بکنی، میخوای بلند بروی، میخوای ترقی بکنی، میخوای نزدیکتر و نزدیکتر بشوی. الان دیگر این نفس تو خود مربی پیدا کردی. الان آمدی پیش استاد، قرآن به دستت است. الان این نفس و این شیطان در تعقیب تو هست و تو را به تکلیف می اندازن تا از راه تو را گمراه کنن، نمیگذارن در این مسیر بروی. همین خاطر است که حضرت اقبال میگه نفس تو مثل شتر خودپرور است، خودپرست و خودسوار و خودسر است. مرد شو آور زمام او به کف، تا شوی گوهر اگر باشی خزف. هر که بر خویش نیست فرمانش روان، می شود فرمان پذیر از دیگران. بس برادر عزیز من، از این دشمن پنهان که در وجود در بدن خود پنهانش کردی به نام نفس، از این بترس. اگر این را مهار نکردی، این را سرکوب نکردی، این را شکست ندادی، اون وقت از تو توپ می سازد. نه حلال می شناسی نه حرام. هر شیئی که لذت دارد دنبالش می روی. مثل که امروز کفار این گونه هستند، هیچ چیزی پیششان حرام وجود ندارد. هر حیوانی که گیرشان بیاید می خورند. با هر حیوانی که بخواهن ارتباط جنسی برقرار می کنند. رفتن از زن استفاده کردن، لذتش قطع شد به نزدشان. گفت لذت حتما در حیوانات باشه، رفتن با حیوانات. گفتن شاید لذت به هم جنس خودم باشه، رفتن هم جنسگرایی را شروع کردن. سیر نمی شود وقتی این نفس لذت جو شد. هرچی به دهنش بدهی دیگر تقاضا می کند، هرچی به دهنش بدهی دیگر تقاضا می کند. به گفته مولانا نفس کشتی باز رستی اعتذار، پس تو را دشمن نماند در دیار. وقتی نفس را کشتی اون وقت دیگر دشمن نمی داشته باشی. این نفس است که امروز ما را غلام جور کرده. یوسف با چی مبارزه کرد؟ با نفس.
زلیخا نتوانست، شکست خود در برابر نفس. نه عزت خود، نه شرف خود، نه شوهر خود، نه قصر خود، نه مقام خود، نه جایگاه خود، هیچ چیزی را در نظر نگرفت. ولی یوسف گرچه جوان بود، شهوت داشت، زیبا بود، آرزو داشت، ولی میدانست که اگر غلامی این نفس را بکنم من سلطان نمیشم، همیشه این برده باقی میمانم. با نفس خود جنگید، بندگی کن تا که سلطانت کنن. بندگی چه معنی؟ این نفس را سرکوب بکن، سر به آستانه او بگذار.